فکر میکنی همیشه منطقی تصمیم میگیری یا ممکنه ذهنت فریبت بده؟ امروز قرار با 5 تا تست روانشناسی شما رو به چالش بکشیم. پس با ما بمونید و کامنت بذاریم ببینیم که شما چی کاره این؟ البته قبلش به سمینتای خوش آمدید. سلام، ممنون که ما رو انتخاب کردید. امروز در خدمت شما هستم که به شما یادآور کنم که چطور مغز ما ذهن ما رو دستش میگیره. همراه ما باشید تا آخر ویدیو و به سوالات ما هم جواب بدین لطفاً. فضلی، بیاین با تست اولمون شروع کنیم. فرض کنید که شما هم همینطور دوستان، فرض کنید که یک در داریم که روش نوشته 100 میلیون و یه در داریم که با یک علامت سوال همراهه. در واقع به این معناست که دری که 100 میلیونه به این معناست که 100 میلیون پول داخلش وجود داره و دری که علامت سواله میتونه بیشتر از 100 میلیون پول توش وجود داشته باشه و یا اینکه پوچه. شما کدوم انتخاب میکنید؟ 5 ثانیه بهتون زمان میدم که انتخاب کنید. دری که 100 میلیون داره. شما چی انتخاب کردین؟ البته دوستان 90% آدم‌های کره زمین در 100 میلیونی انتخاب میکنن. برای چی این کارو میکنن؟ چون ماها عادت به این نداریم که ریسک پذیر باشیم. در واقع ما یک سری شغل‌ها رو انتخاب میکنیم که به ما یک امنیت مالی میده و هرچند ما آدم‌های خلاقی باشیم به خاطر وجود اون امنیت مالی درون اون شغل میمونیم، درجا میزنیم و حتی دیگه از دنیا هم میریم بدون اینکه بدونیم که چه توانایی‌هایی داشتیم با ریسک کردن اگر ریسک می‌کردیم و چه چیزهایی رو به دست می‌آوردیم. خب بریم برای تست دوم. بیاین از 1 تا 10 یک عدد رو انتخاب کنین و به من بگین. شما هم همینطور از 1 تا 10 یه عدد رو انتخاب کنید و به من بگین. 5 ثانیه زمان داریم. 7. 7. شما چه عددی انتخاب کردین دوستای من؟ شما هم 7 رو انتخاب کردین. غالب انسان‌های کره زمین عدد 7 رو انتخاب میکنن. چرا؟ چون عدد 7 یک عدد توی تمام مذاهب عدد مورد تایید و مورد قبولی هست و اینکه خوشیومنه برای همه آدم‌های کره زمین. بنابراین غالب آدم‌ها عدد 7 رو دوست دارن اون رو انتخاب کنن و در واقع ذهن ناهوشیار اونها به اونها این اجازه رو میده که این عدد رو انتخاب کنن. یادمون نره که برنامه قبلمون راجع به ذهن ناهوشیار ما بود. بنابراین یک سری انتخاب‌های ما این چنینی اتفاق میفته و ما این عدد رو انتخاب میکنیم چون که از قبل به ما القا شده. حالا ببین برای تست چندم؟ سوم. میخوام که همزمان با من یک کاری رو انجام بدید. همزمان که به شما میگم این بدون مکس دیگه، یعنی لازم نیست خودش فکر خاصی انجام بشه. یکی از دستاتون رو بیارین بالا و مشت کنین. شما کدوم دستتون رو بالا آوردین؟ شما هم دست راستتون رو بالا آوردین یا دست چپتون؟ فضلی، شما چپ دست هستین یا راست دست؟ راست دست. غالب انسان‌های راست دست دست راستشون رو بالا میارن و غالب انسان‌های چپ دست چپشون رو بالا میارن. و این به چه معناست؟ به این معناست که ما از قبل چون که از این دستمون بیشتر کار می‌کشیم به خاطر اینکه ما راست دست هستیم و شاید چپ دست و به خاطر اینکه نوشتنمون اینکه بخوایم چیزی رو یادداشت کنیم با دست چپ یا اعمال کارهامون با دست چپ هست، دست چپشون انتخاب میکنن. این از قبل از دوران کودکی به ما آموخته شده. بنابراین ما روش فکری نکردیم. چون اگر که حق انتخابی داشتیم و ذهن میگفتش که خب برای چی باید دست راستمو بیارم بالا، دست چپو می آورد بالا. اما این ذهن به صورت خودکار ما رو فریب میده و دست راست ما. خب بریم برای تست بعدی. نمیدونم دیگه شماره چنده، خودم گفتم از اول من ریاضیاتم یکم 50-50 سوسکوام. خب حالا دقت کردین که وقتی که مثلا من روانشناسم که در مدرکمو میگیرم دیگریمو میگیرم، خب هر جا که میرم میگم واو الفاظ ببین این همه روانشناس من دارم چیکار میکنم. حالا شده یا یه ماشین بخری مثلا میری الان ماشین بورس چیه مثلا برام مثلا همین یوتیوب داریم کار میکنیم مثلا همه چیز روانشناسی میبینی. خب یا
به قول شما بیرون میریم آدمای میبینیم همه دارن تو یوتیوب کار میکنن همه فلان. وای الان دنیا داره چیکار، همه شدن روانشناس، همه شدن یوتیوب بلاگر. این یه اثریه که وقتی که ما روی یه موضوعی تمرکز میکنیم، این تمرکز ما باعث میشه که ما هر جا میریم اون چیزی رو ببینیم که روش تمرکز کنیم. شما از این قضیه میتونید به نفع خودتون استفاده کنین ها. خب مثلا طرف میخواد موفقیت، چه رو موفقیت تمرکز میکنه و همش موفقیت میبینه، با آدمای موفق سر کله، اصلا موج میشه، موج آدمای موفق که دورشون میگیرن، موج میشه اون خواسته هایی که میخواد. اینه که میگن خدا گفته است تو حرکت از من برکت، این برکت خداست. خب وقتی تو حرکت میکنی، تو تمرکز میکنی روی موضوعی، خب اون موضوع جمع میشه دور تو هر جا میری اونو میبینی. حالا این بستگی به شما داره یا شماها داره که بتونید از این موضوع به نفع خودتون استفاده کنین یا یأس و ناامیدی شما رو بگیره بگین وا ویلا همه که دارن این کارو میکنن، همه که روانشناس شدن، همه که دکتر شدن، همه که مهندس شدن. یه بخشش به ما برمیگرده که ما از این قضیه چه استفاده‌ای به نفع خودمون انجام بدیم. جالب. بله خب بریم بعد قریه 5 مطمئنی؟ آره. ولی من مطمئن نیستم. شما ریاضی میدونید چرا؟ من ریاضیات هم زیر خط فهمم. اگر کسی جامون قول میدیم تو کپشن براتون بنویسیم باشه خانم فضلی، حتما تو کپشن برای بچه‌ها، چون من حقیقتا روی ریاضیات من اصلا حساب کتابی نیست. تست بعدی ما میتونه چی باشه؟ من یه جمله رو میخوام به شما بگم ولی من احساس میکنم یه تست یادم رفته. حالا اگر که میگم بود حتما تو کپشن براتون می‌نویسم. فکر کن که میخوام یه سری جملات رو بگم، بعد ببین که این جملات چقدر با شخصیت تو همخوانی داره. باشه؟ از نظر من تو یه فردی هستی که باهوشی، اعتماد به نفس خیلی خوبی داری، اما وقتی میخوای یه سری تصمیمات رو تو زندگی بگیری دو دل میشی و نمیدونی حالا این تصمیم رو بگیرم این تصمیم رو بگیرم. این باعث میشه که تو سردرگم میشی، تو گیج بشی، تو نتونی جام بدی. دوستان جواب درست بود. این کار کی میکنه؟ اون رمالا تمام طالبینا یک سری جمله استفاده میکنن که چه کار کنن که ذهن شما رو به این سمت ببرن که شما یک همچین شخصیتی هستین، یک همچین شکلی دارین که تازه این جملات برای 90% آدم‌های کره زمین اوکی درسته و به شما این نگاه کنن که ما داریم علم، ما داریم شما واو خبره من دوست از خبر نیست. این یک سری جملات عمومیه. شما همین الان این جمله منو به 4 تا از دوستات بگی، خب عین 4 تاشون هم برمیگردن میگن که اوکی آره ما همینیم، آفرین چقدر تو ما رو شناختی، چقدر تو ما رو درک کردی. پس پول این رمالا، طالبینا، فالبینا رو نخوریم. دیدی میریم یه فال تاروت میگیریم یا یه فال قهوه میگیریم، طرف برمیگرده میگه نصفش درست بود. یه چیزایی درست گفت، یه چیزایی درست گفت چند اوکی؟ پس یادمون باشه ذهن ناهوشیار ما غالباً خودش رو جوری با ما درگیر میکنه که ما متوجه این نمیشیم ببین چه جور انتخابی میکنیم توی زندگی. و این خیلی مهمه. اگر ما تو زندگی داریم یک بخش‌هایی در جا میزنیم و این در جا زدن باعث میشه که ما پیشرفت نداشته باشیم، رشد نداشته باشیم، به این معناست که ما یک جایی تو ذهنمون استاپ کردیم، موندیم و نتونستیم از اون چالشه، از اون مورد، از اون انگار گذرگاه عبور کنیم. خب بنابراین خوشحال میشیم که از یک مشاور کمک بگیرید، کمکتون کنه و بتونه که این مسیر رو برای شما هموارتر کنه. چیزی هست؟ مرسی که کنار ما بودین. مرسی از شما که ما مهمون خودتون کردین. خب پس من با جمله آخری خودم تموم میکنم که همیشه دوست دارم با این شعر از سهراب ستایی تموم کنم. زندگی صحنه یکتای هنرمنده ماست، هر کسی صحنه نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته به جاست. خودمون نغمه که مردم
بسپارم به یاد. ممنون که آمودید. مرسی. لایک و سابسکرایب یادتون نره.